وظیفه تو آن نیست که به دنبال عشق بگردی، بهتر آن است پی یافتن موانعی باشی که خود بین تو و عشقت به وجود آوردی. مولانا. دوبله شده در استودیو جن. چرا؟ آخه چرا؟ 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 چرا وقتی چشمات بهم میگه آره زبونت میگه نه؟ اینو بهم بگو ریحان. واقعا میخوای بدونی چرا؟ با من بیا، بیا با من بیا. ببین این تخت ریحان به من دست نزن. ریحان چی گفتم دست نزن. باشه. چی شده ریحان؟ تو این تخت رو گذاشتی رو قبر من میرم. من فکر میکردم این تخت وصالم میشه، اما قبرم شد. فکر کردی اگه همه چی پاک کنی و از اول بنویسی اون اتفاقا پاک میشه؟ میرم پاک نمیشه، چون این عذاب همیشه اینجاست. اینجا اصلا پرسیدی چرا؟ برای همین میگم نه. اون آتیشی که وجودتو گرفته درک میکنم. آدم احساس میکنه داره دیوونه میشه. یه دلت میگه آره، یه دلت میگه نه. تو به حرف اونی گوش بده که میگه آره، باشه؟ چون هر بار که من صدای قلبم رو گوش میدم تو رو پیدا میکنم. تو هم ما رو پیدا کن. بگو آره. زنت میشم، قول میدم بعدش مرهم همه زخمات بشم. کاری میکنم همه اتفاقایی که افتاده رو فراموش کنم. قول میدم. آره، هر دوتامون اینجا سوختیم، اما من این خاکسترها رو برداشتم. الان اگه تو بخوای اینجا دوباره متولد میشی، داستانمون رو دوباره از نو می‌نویسیم.
عشقمون رو سیاه کردیم. اگه بخوایم نمیتونی این داستان از نو بنویسی. تو چشمای من نگاه کن ریحان. حق با توه. باور کردن این چیزا که شنیدی سخته، اما چشمات دروغ نمیگن. ببین من دارم تاوان اشتباهاتم رو پس میدم، اما اینو بدون نمیذارم نه تو نه خودم این همه عذاب بکشیم. فقط کافیه بهم اعتماد کنی. اینو کدوم میران داره بهم میگه؟ همون میرانی که روز هاست داره عاشقانه نگاه میکنه، یا اون میرانی که این زخمو تو دلم گذاشت؟ کدومشون میگه زنم شو؟ تو کی هستی میران؟ کدوم یکیشونی؟ اون آدمی هستی که با کینه بزرگ شده و قلب و چشمش رو همه چی بسته، یا اون آدمی که دست از انتقام برداشته و میخواد به جای خراب کردن بسازه؟ جواب بده. به خاطر ما، به خاطر ازدواجمون دست از انتقام برمیداری؟ کافیه دیگه، کافیه. یکی باید جلوی این زن کرو بگیره. خودش برای کنار منم کنده باش. گفتم وایسا دیگه. همو بلم کن. میخوایی تو بس کنین دیگه. میخواین عزیزه رو بکشین؟ خب بکشین دیگه. خونتون رو پس میدم. نمیبینی همه چی رو طبق قانون انجام داده؟ بهشون بدهکار. ببین داداش، برو کنار. خودت کاری که نمی کنی جلوی مارم نگیر. برو کنار. جهان همو بلم کن میگم. داداش شادق دعا همه تون حاضر بشین. کاری نداریم دشمن چقدر بهمون فرصت داده. امروز از اینجا میریم. ریحان یه لحظه گوش کن. باشه گوش میدم، اما اگه جواب سوالمو بدی گوش میدم. ببین نمیتونی تو چشمام نگاه کنی و بگی بی خیال انتقامم میشی، مگه نه؟ چون حتی اگه تو بی خیالم بشی عزیز خانم بی خیال این قضیه نمیشه. میرم تا وقتی این عصبانیتت فروکش نکنه درد و عذاب من تموم نمیشه. اگه یه بار اجازه بدی، فقط یه بار، مرهم دردت میشم. بهت قول میدم میران در برابر همه ازت محافظت کنه. در برابر همه ازم محافظت میکنی؟ آره در برابر خودت چطوری میخوای محافظت کنی میران؟ یه دفعه یه آدم دیگه میشی. احساس میکنم که یه قصه و داستان. همونطوری که آدم نمیتونه نفسی که میکشه رو تو خودش نگه داره، منم نمیتونم خودم رو تو این قصه نگه دارم. واقعیت ها مثل دیوار جلوم وایساده، منم هر بار به این دیوارا میخورم و زخمام تازه میشن. میرم نمیتونم اتفاقی که افتاده رو نادیده بگیرم، نمیتونم صدای قلب زخمیمو خفه کنم.
ریحان، من حاضرم هر کاری بکنم تا خودمونو تو این داستان نگه دارم. حتی حاضرم از خودمم بگذرم. من جون تو رو نمیخوام. فقط ازم فاصله بگیر، همین کافیه. فقط دور و برم نباش و ازم فاصله بگیر. نمیتونیم با هم باشیم. نمیتونیم این داستان از اول بنویسیم میران. ریحان، یعنی چی گنور؟ یعنی چی؟ اونا بیچاره میشن نه من. با امضا کردن اون دادخواست طلاق چجوری میخوای بیچارهشون کنی؟ عقل تو از دست دادی؟ اون عزیزه هر جوری شده دوباره تو رو گول زده، میدونم. مامان بزرگ داری چی میگی؟ چی؟ آخه چرا همچین کاری بکنه؟ نه باورم نمیشه. داری دروغ میگی. برای اینکه من از میران طلاق بگیرم این کارو میکنی. میخوای باور کن میخوای نکن گنون. من حرفامو زدم. یا اون برگه ها رو امضا میکنی و هر موقع من خواستم به خواستت میرسی، یا اینکه این رازو به خودت به گور میبری. نه دروغ میگی. آخه چطور میتونی مجبورم کنی برای اینکه از میران طلاق بگیرم همچین انتخابی بکنم؟ میران تو رو طلاق میده. اگه با خواست خودت طلاق بگیری هم میران مال تو میشه، همون پسری که مادرت ازت میخواد و بهش میدی.
نمیشه مامان بزرگ. در ضمن حتی اگه من قبول کنم مامانم به هیچ وجه قبول نمیکنه. تو نوه عزیز اصلان بی یه جوری مامانتو متقاعد میکنی که این طلاق با رضایت خودت انجام بشه. محکم باش. حرف آخرم همینه. یا از میران طلاق میگیری یا از دستش میدی. هیچ کس نمیتونه منو گول بزنه مامان. من تصمیممو گرفتم. اون برگا رو امضا میکنم. آخرش نتونستی اون زهری که مادر بزرگ تو مغزت کرده رو تف کنی بیرون. هنوز اونقدر ساده ای که حرف اون جادوگر رو باور میکنی. تو چرا حرف مامان بزرگ رو باور کردی؟ چرا این همه سال حرفاشو گوش کردی مامان؟ من با تو فرق میکنم. عاقل باش دختر. راست میگی. من با تو فرق دارم. تو عروس آسلان بگاه هستی، اما من یا آسلان بگه واقعیم. خونه این خونواده تو رگای من. چی داری میگی گنور؟ میگم من بهتر میدونم چی برای خونوادمون بهتره مامان جونم. نمک نشناس. من حتی اگر از خونه این خونوادم نباشم برای این خونواده خون دادم. اونا به من یه پسر بدهکارن. فراموش کردی؟ نه فراموش نکردم. به خاطر همین یه روز برای این سیلی خیلی پشیمون میشی. نمیتونی بری. نمیتونی منو ول کنی. ما ازدواج کردیم مگه نه؟ من سنتم میرم. دیشب بهت گفتم اتفاقایی که اونجا افتاد همونجا میمونه. به هیچ وجه دنبالم نیا. تو اون کلبه موندی. فهمیدی؟ میرم. بگیر و بهم شلیک کن. خلاصم کن. تو اون نفرتتون، کینتون، دشمنیتون با من بره زیر خاک. میفهمی چی میگم؟ میرم. این چه طرز رانندگیه؟ اون میران بود؟ آره خودش خانم. مراقب باشینا. ریحان کجایی تو دختر؟ تو رو خدا مواظب باشی نشکنه ها. وایسا ببینم. صبر کن. بذارش رو زمین. ولش کن. شما برین دفتر، اونجا حرف میزنیم. هیچ کس هیچی از این عمارت بیرون نمیبره. فهمیدین؟ دوبله شده در استودیو جل. آزاد چی کار میکنی همونجا؟ شما دارین چی کار میکنین همون؟ اینجا خونه ماست. خونه ما. به همین راحتی میخواین همینطوری تسلیم بشین؟ ببینم چون میران اصلا به اینطوری خواسته باید همه چیمون رو جمع کنیم و از اینجا بریم؟ آزاد پسرم تو رو خدا به خودت بیا. مردم دارن نگامون میکنن. بیشتر از این مضحکه خاصه عام نشی. من الان میرم حساب اون میران عوضی رو میرسم و تا خونمون رو پس نگیرم بر نمیگردم. حالا ببینی. آزاد صبر کن. بابا ولم کن. بابا بزرگ چون دشمنمون اینطوری خواسته باید خونمون رو ترک کنیم و بریم؟ بابا آزاد داره راست میگه.
ببین قربونت برم، به حرف اون گوش نمی‌کنی، حداقل به حرف من گوش کن. هنوز وقت داریم، یه راه حلی پیدا می‌کنیم. نباید خونمون رو خالی کنیم. زود باشید، وسایلتون رو جمع کنید. از اینجا میریم. قبل از غروب همه وسایل امارات باید توی مزرعه چیده شده باشه. تو مزرعه؟ بابا تو حتی نمیخوای اسم اونجا رو به زبون بیاری. چه برسه که بلند شیم بریم اونجا. دلیلش رو نمیدونم، اما میدونم که اونجا رو دوست نداری. بابا تو سال هاست که پاتو اونجا نذاشتی. جریان چیه؟ ببخشید بابا، این همه آدم چجوری میخوایم تو اون مزرعه جا بشیم؟ همه ساکت شید. نظر کسی رو نپرسیدم. کاریه که گفتم انجام بدین. به یوسف خبر بده، بگو خونه رو آماده کنه. بگو تا عصر اونجاییم. بابا این عزیز دست بر نمیداره. اسم و رسممون رو لکه دار کرد، خونمون رو ازمون گرفت. چرا کاری نمی کنیم؟ منتظر چی هستیم؟ منتظر یه شادوغلو رو هم بکشیم؟ این چه حرفیه جهان؟ مگه میشه تا وقتی که من زندم خونه یه شادوغلو ریخته بشه؟ بابامی، بزرگترمی، هرچی بگی گردنم از مو نازکتره بابا. اما به هم اجازه بده هممون از این وضعیتی که توش گیر کردیم نجات بدم. یه بارم شده به هم اعتماد کن بابا، خواهش میکنم. ببین فقط خونمون از اون عزیزه نمیگیرم، مطمئن باش. من جیگرشم در من هر کاری که لازم انجام میدم. تو هیچ کاری دخالت نمیکنی. زود باش برو وسایلتو جمع کن. نتونستم ماما. نتونستم کاری کنم که ریحان منو ببخشه. هر کاری کردم، هر چیزی گفتم، بازم نشد. هیچ کدوم از کارام و حرفام برای اینکه دوباره بهم اعتماد کنه کافی نبود. رفت مامان، رفت. نفسا بازم گرفت و رفت. پا رو قلبم گذاشت و رفت. من بدون اون نمیتونم نفس بکشم. دیگه نمیدونم چی کار کنم. راهمو گم کردم. آینده ای ندارم مامان. الان بیشتر از همیشه بهت نیاز دارم. کاش کنارم بودی. کاش میتونستی یه راهی بهم نشون بدی. باشه، بی خیال نمیشم. بهت قول میدم مامان، بی خیال ریحان نمیشم. یه کاری میکنم که دوباره به هم اعتماد کنه. هر کاری لازم باشه میکنم تا خودمونو تو اون داستان نگه دارم. بی خیال همه چی میشم، اما بی خیال ریحان نمیشم. یه داستان از اونجایی که تموم شده دوباره شروع میشه. امیدایی که ناامید شدن دوباره جوانه میزنن. مگه میشه که آدم هم درد و هم درمون یه نفر باشه؟
درست انجام دادم. این درد هرچی قدیمی تر بشه کمتر میشه. آی ریحان کجا بودی عزیزم؟ زهرا خانم همش سراغتو میگیره. اوضاع بدجوری به هم ریخت. چی شده منه که این وسایل چیه؟ تو باز کار خودتو کردی آره؟ ها؟ به خاطر تو خونه و زندگیمونو از دست دادی. ولم کن. کل گذشته منو پاک کردن. به خاطر وجود نحس تو هممون بدبخت شدیم. چه خبر زنمون؟ از خونمون بیرونمون کردن. به لطفتون خونمون ازمون گرفتن. یاران همچین چیزی ممکن نیست. امکان نداره. امکان داره عمو جان، امکان داره. اصلا به یا امارتمون ازمون گرفتن. مامان بابام کجا؟ بابا آره تا 2 ساعت دیگه اونجا یوسف. تا اون موقع همه چی آماده میکنم. آره ممنونم. بابا جان بابا. اوه عزیزم کجا بودی؟ کی میخوان دست از سرمون بردارن بابا؟ تمومش کنم من جلوشونو میگیرم. عزیزم چطوری؟ همش تقصیر منه. اینجوری نگو عزیزم. ببین دخترم اصلا اینجوری فکر نکن. تو هیچ تقصیری نداری. اگه کسی مقصر باشه اون منم. من اینقدر به اون عوضی اعتماد کردم که با دستای خودم تو رو بهش سپردم. اما من این موضوع حل میکنم. دخترم تو اصلا نگران نباش. برمیگردیم خونه خودمون. اون اصلا بیام تو بدی خفه میشن. تو اصلا نگران نباش دختر گلم. خودتونم خواهش میکنم هیچ کس خونمونو ازمون نگیره. اجازه نمیدم اینطوری شده در استودیو جیم. بی خیالت نمیشم. گلی؟ گلی خانوم چرا تنها نشستی اینجا؟
به من نگاه کن ببینم. داری گریه میکنی؟ من باهات قهرم. چرا با هم قهر کردی؟ تو منو دوست نداری، آبجیم هم دوست نداری. اگه دوستمون داشتی خونمون ازمون نمیگرفتی. حالا بگو ما کجا بخوابیم؟ من نگرفتم، کار من نبود. من همچین کاری نمی کنم گلی خانم. دروغ نگو میران. اون زن چش سیاهه اومد گفت باید از اینجا بره. بابا بزرگم عصبانی شد. داداش آزادم هم گفت تقصیر میرانه. تو آدم بدی هستی میران. عزیزم چی شده؟ تعریف کن ببینم. سکوت نکن ریحان، قربونت بشم. ببین میترسونی ما. چی شده؟ میران چرا صدات کرده بود؟ کلبه رو از نو ساخته. به هم پیشنهاد ازدواج داد. ریحان چی داری میگی؟ به خدا این پسره میخواد همه چیزایی که خراب کرده رو از نو بسازه. اول کلبه رو ساخته، الانم نوبت قلبته. اما تو چرا اینجوری؟ خوشحال نیستی؟ باید خوشحال باشم ملکه، اما نمیتونم خوشحال باشم. برای اینکه دوباره شروع کنم منو برد به اون لحظه ای که همه چی تموم شده بود، به اون روز صبح. فکر کردم تموم شده، اما وقتی تو اون کلبه میران به هم دست زد فهمیدم تموم نشده. برای اولین بار حالم بد شد، یه جوری شدم ملکه. چه جوری شدی یعنی؟ چه میدونم، احساس کردم هر بار میران بهم دست میزنه برمیگردم به اون لحظه. انگار تو اون لحظه حبس شدم و هیچ وقت نمیتونم بیام بیرون. اما بعد از اون روزای خوبی هم داشتی. یادته بهم گفتی وقتی تو اروپا باهاش بودی چقدر احساس امنیت میکردی؟ وقتی دستتو میگرفت چقدر هیجان زده میشدی ها؟ آره هرچی گفتم واقعیت داشت، اما امروز یه اتفاق دیگه افتاد. وقتی تو اون کلبه که خودم آتیشش زدم میران به هم دست زد، یخ زدم. عزیزم همه اینا درست میشه. بهتر نیست هم به خودت هم به اون یکم وقت بدی ها؟ حالا میبینی وقتی دوباره کنار هم باشین همه چیز مثل سابق میشه. شاید از دلت پاک بشه، اون روزو کلا فراموش کنی. این بار اینطوری نیست ملکه. دیگه چیزی به اسم ما وجود نداره. حال روزمونو ببین، این همه عذاب و ناراحتی کافی نبود، خونمونم ازمون گرفتن. قبول، اما این وسط میران چه تقصیری داره؟ شاید اون بیچاره اصلا خبر نداره. اون مامان بزرگش، اون زن همیشه تو زندگی میران خواهد بود. هر دفعه که میران یه چیزی که درست میکنه اون زن همه چی خراب میکنه و ما زیر آوار میمونیم. هر دفعه که میخوام یه فرصت بهش بدم همه جامون زخمی میشه ملکه. فقط ما نه، خونوادم هم همینطور. باشه، حق با تو عزیزم.
اما به نظر من دیگه بهش فکر نکن. میران زورش به مامان بزرگش نمیرسه. هر بار که تو چشماش نگاه میکنم من یه چاه سیاه و تاریک میبینم. ته اون چاه یه داستان هست که با دروغ مرده. از کجا مطمئن باشم هر لحظه ممکنه بیدار بشه و شروع کنه؟ میران فکر میکنه تنها واقعیت دنیا اون داستانیه که مامان بزرگش تعریف کرده. باشه، پس تو هم براش داستان جدید تعریف کن. یه کاری کن که اون داستانو باور کنه. نمیشه ها؟ داستان خودتون بنویسین آبجی جون. بهش بگو که داستان اصلا اونجوری نیست، اینجوریه. گلی خانم، مگه میشه من بخوام اتفاق بدی برای تو و خواهرت بیفته؟ حرفمو باور نمی کنی؟ من باور میکنم، اما بابا بزرگم بابام هیچ کس باور نمیکنه. الان همه سر آبجیم داد میزنن، آبجیم هم گریه میکنه. تو که گفتی دیگه هیچ وقت آبجیم گریه نمیکنه. دیگه گریه نمیکنه، بهت قول میدم. از این به بعد نمیذارم کسی آبجیتو ناراحت کنه. همه چیو درست میکنم. خب یعنی که خیلی زود است. شده در استودیو جیمی. نقشه ها تو جونه خراب میکنم. هیچ جوره نمیخوای بفهمی سلطان. من نگفتم هیچ کس نباید بره به اون امارت؟ کی دیدی از حرفم پشیمون بشم؟ من میدونم برای چی وارد این راه شدم مامان بزرگ. اگه اینطوریه پس چرا عصبانی شدی؟ دردمون یکیه، اما از این به بعد راهمون جداست. اینطور که معلومه هر جا بریم دیگه راه من از تو جداست. جهان امیدوارم عمرت کفاف بده و بتونی یه نقشه جدید بکشی. وقتی اون زن چشم سیاه اومد شیشه شیر منو ببینه تا بفهمه ما دوباره برمیگردیم. تا به جای اینکه به فکر این چیزا باشی برو حساب اون آزادو برس. تا اون موقع کل خونواده‌شو نابود کرده و دیگه فکر رفتن به گوشه ذهنشم نمیرسه. تو اگه بی خیال انتقامت نشی دختر باهات ازدواج نمیکنه. بی خیال انتقام شی خانم بزرگ بی خیالت نمیشه. حالا که انقدر خسته شدی پس دوباره تو بیمارستان روانی کارس بستریت میکنم. خوبه؟ بفرمان آسو خان، برگشتی همون جایی که میگفتی دیگه هیچ وقت بر نمیگردی.